20 سال چاق بودم، حتی یه پوشاب هم نمیتونستم بزنم. الان دارم برای ماراتون آماده میشم. سلام بچه ها، اسم من باسطه. من دانشجوی سال 4 پزشکی ام و این اولین ویدیو منه. تو این ویدیو میخوام بهتون درباره خودم یه اینترو داشته باشم و همچنین داستان زندگی خودم، یعنی داستان شروع رو بهتون بگم. پس با من همراه باشین و همینطور میخوام بهتون بگم که یکم واسم عجیبه جلوی دوربینم، یکی از اولین ویدیوهای منه، پس به بزرگی خودتون ببخشین اگه زیاد خوب نیست. بزن بریم. من از همون بچگی خیلی چاق بودم، یعنی یادمه از سنهای 10-12 سالگی دیگه خیلی چاق شدم، توپل مپل، و به سنهای 15-16 که رسیدم دیگه رونهام خیلی بزرگ بود، شکم داشتم و وقتی وارد دبیرستان شدم دیگه همسنام همشون خیلی خوشتیپ، اصلا اعتماد به نفس نداشتم. چاق بودم، خیلی چاق بودم. من نمیگفتن راه اینه، قشنگ میتونی لاغر بشی، کم بخوری، ورزش کنی. میگفتن ژنتیکته، یعنی تو وقتی غذا بخوری چاق میشی، تو آب بخوری چاق میشی. اینجوری به من میگفتن و منم باور کرده بودم و خیلی افسرده شده بودم. تو دبیرستان واقعا افسرده شده بودم تا اینکه وارد دانشگاه شدم. سال اول دانشگاهم خیلی دیگه افسرده شده بودم، کلاس‌ها رو نمیرفتم اصلا، فقط لباس‌های اوورسایز. تا اینکه سال دوم پزشکی یه درس داشتیم، بیوشیمی، و تازه اونجا فهمیدم که خیلی راحت میشه لاغر کرد. یک معادله ساده است: کمتر بخور، بیشتر بسوزون. میتونیم بگیم یه اشتباه، یعنی خیلی اکستریم، خیلی زیاد رفتم وارد لاغر کردن. شروع کردم به حذف کردن همه کربوهیدرات ها، فقط 2 وعده غذا میخوردم، شاید 1000 کالری، نه ورزش میکردم نه هیچی، فقط 1000 کالری یا فکر کنم 800 کالری واسه 3 ماه همین روند ادامه پیدا کرد. از 105 کیلو رسیدم به 75 کیلو. اما وقتی به من نگاه میکردن آدم فکر میکردم من مریض شدم، فکر میکردن حالم خیلی بده، حتما یه مشکلی دارم، یه مریضی خیلی بدی دارم، کم خونم. همه بچه ها تو خوابگاه میومدن میپرسیدن و این منو افسرده تر کرد. یعنی لاغر شده بودم ولی قیافم خیلی داغون بود، خیلی خیلی داغون بود. بعد از اون تازه شروع کردم ویدیو تو یوتیوب نگاه کردن چجوری لاغر کنم، اما هزار اینفورمیشن اونجا بود، خیلی اطلاعات زیاد بود. کیتو بود، نمیدونم لایون دایت، فکر کنم کربو حذف کن، حت بخور، هزار، یکی کالری رو بشمار. و من هر کدوم امتحان میکردم. شروع کرده بودم به ورزش کردم، واسه خودم دمبل گرفته بودم، تو خوابگاه ورزش میکردم. یه هفته ورزش میکردم، اون برنامه رو میرفتم، میدیدم جواب نمیده، ول میکردم. پروسه 1 سال ادامه داشت، یعنی چاقتر میشدم، داشتم انگار متابولیسمم خیلی ضعیفتر شده بود و هی داشتم چاقتر میشدم. وزنم رسید به 85. این پروسه تا دقیقاً 1 ماه پیش ادامه داشت، تا اینکه 1 ماه پیش تصمیم گرفتم 100 روز یه برنامه ساده، یعنی یه برنامه غذایی ساده رو انتخاب کنم. کالری دفیسیت، یعنی فقط کالری رو بشمارم، مهم نیست چقدر کرب، فقط پروتئین زیاد، کالری رو بشمارم، و یه برنامه ورزشی ساده 4 روز در هفته ورزش کردم و اینو واسه 100 روز ادامه بدم. مهم نیست حتی اگه وزن اضافه کردم، وزن کم کردم، هر اتفاقی بیفته من اینو تا 100 روز ادامه میدم. اگر در 100 روز جواب نگرفتم تغییر میدم. و یه کار دیگه که کردم اینه که میخوام ماراتون بدوم، یعنی میخوام ذهنمو از این که به بدنم هی نگاه کنم، هی ببینم وزنم چقدره، هی ببینم شکمم چقدر رفته، چقدر لاغر شدم، به این فکر کنم که چند کیلومتر میدوم، چون اون دست منه، اینکه چند کیلومتر میتونم بدوم. ولی اینکه شکم بره شکم نره دست من زیاد نیست و بیشتر فیزیولوژی بدنه. واسه همین تصمیم گرفتم ماراتون بدوم، یعنی هم یه برنامه ورزشی ساده که شامل ورزش در خونه و دویدنه دیگه. اینا همه کارهایی بود که تصمیم گرفتم تو این 100 روز انجام بدم. این کل داستان مسیر من بود. یکم سریع گفتم ولی کلش این بود که چاق بودم، از بچگی میگفتن این ژنتیکته. نقطه تغییر، یه تغییر اشتباه، انقدر افسرده شده بودم که وقتی اون درس رو خوندم و تازه فهمیدم که اگه یک
سورس کرب رو کم کنی، اون منبع کرب اگر اصلا استفادهش نکنی، سریع وارد چربی سوزی میشی. من 3 ماه اون انجام دادم، خیلی کالری کم و وزنم شد 75 و بعدش این شل کن سفت کن ها، تغییر برنامه ها، 1 هفته 2 هفته تا اینکه رسیدم به الان و این 100 روز. اگه تو هم با من هم مسیری شروع کردی یا میخوای شروع کنی مسیر تو، خوشحال میشم با من همراه باشی، فالوم کنی و اون زنگوله رو بزنی. ویدیوهای جدیدم قرار آپلود بشه، از خودم ویدیو بذارم واسهتون و خوشحال میشم برام کامنت کنی کی شروع کردی یا کی میخوای شروع کنی. اون تاریخ واسه من کامنت کنی. میبینمتون تو ویدیوهای آینده. خیلی دوستتون دارم.